با من همراه باش تا بهت بگم چرا شمع فابریک ماشینای ایرانی به درد نمیخوره و باید تعویض بشه. ببین دوست من، این یه خودرو رانا پلاس 6 دنده دستی هست که حدوداً 20,000 تا کار کرده. میخوایم شمعاشو باز کنیم ببینیم از کارخونه چه شمعی فابریک روی این ماشین نصب شده. ببینید شمعی که روی این خودرو نصب شده شمع پارس با نوک معمولیه که یکی از مزخرفترین شمع‌ها هست و همین شمع به درد نخور باعث میشه که قدرت و شتاب موتورتون ضعیف بشه و به این کوئل‌ها آسیب برسه. خب حالا چه شمعی مناسب خودروی تیو 5 هست؟ چند نمونه شمع بهتون پیشنهاد میکنم. دنسو جعبه تویوتایی معمولی با کارکرد 20,000 کیلومتر، بش‌های تک پلاتین، 2 پلاتین و 4 پلاتین با کارکرد 40 تا 60,000 کیلومتر، بوش روس ایریدیوم با کارکرد 70,000 کیلومتر، بوش آلمان ایریدیوم پلاتینیوم با کارکرد 80,000 کیلومتر و دبل ایریدیوم با کارکرد 120,000 کیلومتر و اتولایت ایریدیوم با کارکرد حدوداً 80,000 کیلومتر. این شمع‌ها رو شما میتونید روی موتور تیو 5 نصب کنید و یک نتیجه خوب به علاوه قدرت شتاب مناسب رو در کنار ریمپ از موتورتون بگیرید.